در مسئله استفاده عطرهای سپیرتدار دو قول است. قول یکم ممنوع است، استفاده نبرید میگم. برای چی گویم؟ برای آنکه الله تعالی گفت که ریجسون فاجتنبوه. وقتا که درباره عرق سخن کرد گفت که عرق ریجس است، یعنی پلید است، شما از وی دور ایستید. عرق گفته است که عطر چی علاقمندی دارد؟ برای آنکه سپیرت وقتی که به مایع آمیخته میشد و علاقه علت سکر پیدا میکنه، مست میکند. وی سپیرت وقتی که با مایع آمیخته میشد علتی بنابراین پیشتر بعضی عرقخورا ادیکلام می نوشیدند، او سپیرت که دارد مست میکند. الله تعالی فاجتنبوه، شما از وی پرهیز کنید، دور ایستید گفت. یعنی وقتی که شما عطر سپیرتدار رو به خودتان میپاشید، شما دور نایستادید و برعکس در یک جای ایستادید، به بدنتان رسید. این قول آنهایی که حرام میگن، یعنی عطرهای سپیرتدار. قول دوم میگن که اون سپیرتش در حال اسپری نمیشد، میگن نیست و نابود میشد، هیچ گپی ندارد میگن. یعنی دو قولی فقها هست. بله اختلاف است، مسئله این نیست، متفق علیه نیست. ببینید، یعنی به شرایطتان نگاه کرده کار کنید.